بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز موضوع امروزه ما در باره الرژی است، یعنی حساسیت بدن. یعنی ماده های حساسیتی وقتی که به بدن یا به حجره های بدن نفوذ کردن، اینا در آمیزش با آنتیتیل ها یک عکس العملی به میان می آورند که آن را الرژی یا حساسیت میگن. این عکس العمل در اعضای گوناگون ظاهر می شود. طور مثال اگر به قسمت راههای نفس کشی این ماده های حساسیتی اگر نفوذ کنند، بیمار به سلفه الرژیزا دچار می شود. اگر هم بیمار مبتلا به برانخیت یعنی التهاب برانخا و اگر به نفس تنگی دچار شده باشد، اگر الرژی هم یا حساسیت هم همراه شود، در اون وقت نفس تنگی الرژیزا، نفس تنگی وزنین به میان می آید. همچنین الرژی یا حساسیت می تواند در قسمت بینی و چشم ظاهر شود. به عطسه الرژیزا، عطسه دم به دم، عطسه یعنی پی در پی دچار می شود و گاهی هم از چشم آب جدا می شود و یعنی سبب رنجش بیمار می شود که این رینیت الرژیزا می گند یا که الرژیک رینیت اگر به روسی بگوییم. و همچنان الرژی یا حساسیت می تواند در پوست بدن ظاهر شود. البته در طب گیاهی هم واسطه های بسیار زیاد موجود است که بسیار مؤثرند و یعنی گفته میشه که 100% می باشند. نتیجه معالجه به وسیله طب گیاهی گفته میشه که 100% است. این گیاه های شیرین بویه، چاقله، هر دو ریشه اند اینا و این دو ریشه باید جوشانده شود، در آب مدت 10 دقیقه جوشانده شود و بعد از این گیاهای سپل شتر که البته به این نام کمتر معمول شده است ولی به تاجیکی به نام سپل شتر است که در داروخانه ها به نام روسی مت مچخ مشهور است و همیشه موجود است در داروخانه ها. و هم گیاه سوزنکه یا گزنم میگن، گزنده سوزنکه به زبان تاجیکی، در همه جا موجود است، حتی در داروخانه و هم پیش گیاه فروشان همیشه موجود است. گیاه گرم علف در داروخانه هم به نام چرده موجود است و پیش داروفروشان هم موجود است و هم در طبیعت موجود. یعنی این چند گیاهی که من نام بردم اینا را جمع کنید. آن دو گیاهی که ریشه نام بردیم، شیرین بویه و چاقله، اینا جوشانده می شوند و گیاه های سپل شتر و گرم علف و سوزنکه همراه می شوند و مدت نیم ساعت تا 1 ساعت دم شود و مقدار 2-3 قاشق پیش از صرف غذا، تقریبا پیش نیم ساعت پیش از صرف غذا یا 1 ساعت بعد از خوراک در دوام روز 2-3 مرتبه استفاده شود. و این عمل اگر 1 هفته تا 10 روز اجرا شود، هم از ناراحتی مثلا نفس تنگی حساسیتی و هم از التهاب خود راههای نفس کشی خلاصی خواهید یافت. اگر عطسه حساسیتی در بینی و چشم پیدا شد که الرژیزا است، البته شما میتونید یک گیاه را استفاده کنید و این نتیجه 100% دارد و ما این را تجربه کردیم. این گیاه به نام چلبغم است که در داروخانه به نام روسی خواش پلیوی معلوم است. شما میتونید دسترس کنید و مقدار بگیریم 4 قاشق از این در 1 لیتر آب جوش 1 ساعت 2 ساعت در داخل ترمز دم شود یا 1 شب دم شود و روز دیگر مقدار 2-3 قاشقی روزی 3-4 مرتبه استفاده شود تا که از تا زمانی که از حساسیت
بینی یا که الرژی راههای نفس کشی طرف بینی خلاصی می‌یابید. یک نوع حساسیت دیگه حساسیت عطسه‌ای میباشد. داروی 100% آنچه ما تجربه کردیم، یعنی ریحان، برگ چهارمغز، پودینه باقی و روزمارین را یک جایه کنید، مقدار برابر بگیرید، یک جایه کنید و مقدار یک 2-3 قاشقی در نیم لیتر آب جوش دم کنید و در دوام روز همین مقدار دارویی که حاصل شده است شما نوش جان کنید تا که از عطسه حساسیتی خلاص شوید. بگیرید برگ لوروی لیس، این یک مقدار بگیرید، این را میده کنید، یعنی به شکل خاکه درارید و در نوک قاشقچه چایخوری بگیرید بردارید و با کمی آب نوش جان کنید. اگر این عمل چند مرتبه تکرار شود، عموما الرژی به طور عموم و هم از بعضی الرژی هایی که من روی نفس یا که عطسه‌ای گفتیم شما خلاصی می‌یابید. بگیرید بازم ریشه چاقله، ریشه شیرین بیان یا شیرین بویه، ریشه کاسنی، گیاه چلبغم و هم ریشه سنبولتی یا در داروخانه به نام والریانا به شکل پاکتی هم به فروش میرسد، موجود است. این چند ریشه را شما مدت 10 دقیقه باید در علاوه در آتش بسیار پست بجوشانید و ظرف را از روی آتش بردارید و چند نمود گیاه دیگه به نام گرملف که پیشتر ما درباره این صحبت کردیم. بعدم بگیرین سوزنکه، بعدم بگیرید بوی مادران مهینبرگ. همین سه گیاه دیگر همراه میکنه در اون چیزی که شما اون جوشابه‌ای که به دست آوردید همراه میکنید و مدت 1 ساعت دیگر دم بکشد. بعد ایره پالانده در یک ظرف شیشه‌ای میاندازید و مقدار 2 تا 3 قاشقی از این معجونی که شما به دست آوردید نوش جان کنید روزی 3-4 دفعه و باید چند روز دوام دهید تا زمانی که شما از الرژی هر نوع حساسیتی که در وجود شما موجود بوده شما خلاصی می‌یابید. تشکر.